الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران و خواهران مسلمان، خانواده های متدین، اطفال نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک سیومین درس خود را در مورد تعلیم قرآن کریم و تجوید آن از طریق صفحات اجتماعی مرکز دعوتی اقرا به شما تقدیم میکنیم، ان شاء الله که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد و از الله متعال توفیق افهام و تفهیم درست را به همه ما و شما خواهان هستیم. در درس های قبلی که در مورد فضائل قرآن کریم و آداب تلاوت قرآن کریم داشتیم خدمت شما عرض شد. در درس امروز ما آغاز میکنیم به درس تجوید. همه ما و شما نام تجوید را شنیدیم و گفته شده که تجوید قرآن کریم یا قرآن با تجوید بخوان یا فلانی انسان قرآن را با تجوید میخواند. تجوید چیست؟ برنامه های ما البته برنامه های تخصصی نیست که ما تجوید را به شکل تخصصی به شما عرضه بکنیم، بلکه تجوید ابتدایی هست تا هر مسلمان، چی مرد چی زن چی طفل چی جوان، بداند و قرآن را تا حد الامکان درست تلاوت بکند و به تلاوت قرآن کریم آشنا شود و قرآن را درست تلاوت بکند. به می خاطر ما ابتدایی درس میتیم و ابتدایی بیان میکنیم که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. اول تعریف کنیم تجوید را. تجوید یعنی چی؟ تجوید یک کلمه عربی است به معنای جید، به معنای زیبا. ما زیبایی ها را در دنیا میبینیم. آسمان چقدر زیبا هست، شب زیبایی خود را دارد، ابر زیبایی خود را دارد، باران زیبایی خود را دارد، برف زیبایی خود را دارد، زمین زیبایی های خود را دارد، باغ و بوستان های دنیا زیبایی های خود را دارد. وجود انسان، خلقت انسان، قواره و شکل انسان زیبایی های خود را دارد. پرنده های متعددی را که در دنیا میبینیم هر کدام زیبایی های خود را دارد. پس تجوید هم به معنای زیبایی، حسن. و در اصطلاح تجوید به معنای ادا کردن هر حرف از مخرجش با مراعات کردن صفات آن. هر حرفی که در قرآن کریم میگیم، میخوانیم یا میبینیم یا هست از حروف عربی، البته این حرف را از مخرجش، از جایش، باز تعریف مخرج به شما در درس مخرج دارم انشاءالله. هر حرفی را از جای خودش ادا کردن با مراعات کردن صفات آن. هر حرف یک صفتی دارد. عجیب است کلمات زبان عربی یا حروف زبان عربی. هر حرف وزن خود دارد. بعضی حروف سنگین هستند، وزمین هستند، گرنگ هستند، ثقیل هستند، پر ادا می شود. بعضی ها کمک وزنش کمتر است، سبکتر است، آسانتر است، خالی و آسان ادا می شود. پس اینمی حرف از صفتش در نظر گرفتن و از کجا ادا می شود او را در نظر گرفتن به خودش معنای تجوید هست. حرف درست ادا بکو. مثلا وقتی که ما میگیم قاف، کاف، امی خود حرف است از جایش ادا شد و هر کدام مطابق وزن خودش ادا شد. این می خودش تجوید هست. و موضوع علم تجوید یعنی علم تجوید سر چی میچرخد، در مورد چی بحث میکند، در مورد انسانها، در مورد حیوانات، در مورد کائنات، در مورد ملائکه، در مورد پیامبران، در مورد چی؟ موضوع علم قرآن تجوید خود قرآن کریم هست. یعنی محور بحثش قرآن کریم هست. قرآن چطور بخوان، چطور تلاوت بکو، حرف از کجا ادا می شود، مخرج چی را میگه، از کجا کدام مخرج، کدام صفات چند قسمت، اینمی چیزا را بحث میکنه. از این چیزی بیشتر و کمتر نیست. خب غرض علم تجوید چیست؟ چرا ما علم تجوید بخوانیم؟ به خاطر چی بخوانیم؟ فایدهش چیست؟ هر کاری که اگه انسان میکنه باید غرض و هدف و فایدهش بفهمه. اما تجوید چی هدف دارد که ما او را بخوانیم؟ تجوید چی غرض دارد که ما او را بخوانیم؟ غرض و هدف و غایه و اما هدف تجوید چیست؟ هدف تجوید است که ما قرآن را درست تلاوت بکنیم و از خطاهای
آشکارا و پنهان جلوگیری صورت بگیرد. قرآن درست تلاوت شود. هدف تجوید است قرآن درست بخوان. پس تجوید به زبان خود به ما میگه که ما آمدیم مرا یاد بگیر که به واسطه ما قرآن صحیح بخوانی. اگر من نباشم قرآن صحیح خوانده نه، به این معنا. فلهذا هدف و غرض و غایه و هدف نهایی تجوید است که ما و خودت قرآن را درست تلاوت بکنیم و قرآن را درست بخوانیم و این هدف و غرض تجوید هست. حکم تجوید چیست؟ اگر بخوانیم چی حکم دارد؟ علما میگن که تجوید دو نوع حکم دارد. یکی فرض عین است، یکی فرض کفایی هست. فرض کفایی به این معنا که اگر در یک خانواده یا در یک جمع غفیری از مسلمان ها، در بین جماعتی از مسلمان ها، یک نفر آن قرآن را باید علما و عملا یاد بگیرد، یعنی بفهمد، بداند که حروف از کجا ادا می شود، مخارج حروف کدام است، صفات حروف کدام است، مد چی را میگه، وقف چی را میگه، ابتدا چی را میگه، این کلش باید بدانه. یعنی دانستن فرض کفایی است. اگر در یک جامعه یک نفر هم یاد گرفت از گردن دیگران ساقط میشه، مثل نماز جنازه که فرض کفایی است. اگر از یک خانواده یا از یک قریه یک نفر آمد اشتراک کرد از گردن دیگران ساقط میشه، فرض کفایی شد. لیکن فرض عین ای است که انسان‌های مؤمن و مسلمان او را عملی بکنن، یعنی قرآن عملا با تجوید باید بخوانند. فرض عین است که غلط نخوانند، چون غلطی ها و بعضی غلطی ها و یا اشتباهات در قرآن کریم سبب تغییر معنا میآید. وقتی که تغییر معنا بیاید هم نماز فاسد می شود و هم اگر انسان واقعا تغییر فاحش در تلاوت قرآن کریم داشته باشد، بس اوقات سبب گناه کبیره و حتی به کفر انسان را میرسانه. به می خاطر قرآن باید با تجوید تلاوت کرد. تلاوت کردنش با تجوید فرض عین است، اما علم تجوید را یاد گرفتن فرض کفایی هست. چه وقت تجوید به وجود آمد، یقینا به حیث عمل که قرآن را با تجوید تلاوت کردن، خود پیامبر علیه السلام اولین بشری بود که قرآن را با تجوید بسیار زیبا تلاوت میکرد. و چی زیبا تلاوت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی واقعا که صحابه انسانهای بسا بلندی بودند. الله متعال اونها را انتخاب کرده بود که از زبان پیامبر قرآن را بشنوه. پیامبری که قرآن برش نازل شده چی زیبا تلاوت میکرد پیامبر علیه السلام. پس اولین عامل تجوید با قرآن با تجوید تلاوت کننده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. همه علما به اتفاق نظر دارن. اما اینکه تجوید به صفت یک علم چیزهایی نوشته شده باشه، کتابی نوشته شده باشه، رساله‌ای نوشته شده باشه، علما در این مورد اکثرت به این متفق هستند که شیخ موسی بن عبیدالله خاقانی، شیخ موسی بن عبیدالله خاقانی که یکی از علمای مشهور بود که در سال 325 هجری وفات کرده، این اولین کسی است که تجوید را به صفت یک کتاب نوشته کرده یا به صفت یک علم نوشته کرده. این بود تعریف تجوید، موضوع تجوید، غرض تجوید و چه وقت تجوید به وجود آمد و حکم تجوید که خدمت شما عرض شد. با امید از این که استفاده اعظمی برده باشین. تا درس دیگر شما را به الله بی‌نیاز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.